کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب. پس از قول من بگویید، به جباران این جهان بگویید که از ظلمت خیش حتی پلاس پاره‌ای به گور نکاهید. هشدارتان میدهم او که به کشتن آزادی بیاید هرگز از هوای اهورا خوشبو نخواهد شد، بخشوده نخواهد شد، بزرگ نخواهد شد. بی عاقبت او که بر پریشانی مردمان حکومت کند، بی فردا او. منم کوروش، فرزند مانداناهو کمبوجیه، پادشاه جهان، پادشاه پهناورترین سرزمین های آدمی، از بلندی های پاسوماش تا بابل بزرگ. منم پیشوای خرد، خوشی، پاکی و پارسایی. اینجا تخت جمشید قلب تپنده در آتش سوخته ایران است، سرزمینی سترگ با مردانی بزرگ که شب تاریک جهان را به انوار خدایی روشن می‌کنند. سرزمینی اهورایی با فرهنگی سیال، زنده و پویا. آنگاه که به بابل در آمدم، مردمان آن سرزمین مرا با شادی پذیرفتند. در دل آنان آرامش نهادم، سپاه من بی هیچ آزار و خونریزی وارد شهر شد. من کوروشم، کسی که برای مردمانش صلح و آزادی آورد. باشد که فرزندانم و آیندگان در مسیر راستی و مهر گام بردارند. من فرمان